حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و سلام بی‌پایان بر حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را باد. سپس السلام علیکم بینندگان بسیار ارجمند و گرام قدر. امروز میخواهم یک کم قصه نقل کنم که کم شوق‌آور و شوخی آمیز است و بیایید لحظه با هم کم شادی و سرور کرده باشیم با شنیدن و نقل کردن این قصه. این قصه بسیار عجیب است و چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر لحظه و گاه همراه یاران و صحابگان شوخی میکردند و چنانه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من شوخی میکنم ولی شوخی من همیشه با سخن راست و حق است، یعنی با سخن حق. رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه و هر لحظه شوخی میکردند. و امروز قصه است که امتحان شاگرد استادش را، یعنی اصلا امتحان استادان و دانشمندان طلبگان و شاگردان خود را امتحان میکنند، اما امروز قصه یک کمی عکس آن است که یکی از شاگردان میخواهد استاد خود را امتحان گیرد و تصور کنید این یک بسیار موقف بسیار عجیب است. نقل میکنند که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه با یکی از همسبقانشان و یارانشان که یحیی ابن معین نام دارند به سفر میبرایند، سفر دانش آموزی به طرف یمن می روند. وقتی برگشتشان از یمن به شهر کوفه می درآیند و در شهر کوفه یکی از دانشمندان بزرگ علم حدیث استاد امام بخاری رحمت الله علیه فضل ابن دکین یک دانشمند بزرگ بودند. یحیی به احمد ابن حنبل می گویند بیایید من می خواهم شیخ را، این دانشمند بزرگ را امتحان کنم. آیا حفظش و ذهنش تا حال در جایش است و ذهن تازه دارد یا اینکه سن و سالش رفته است و همه چی را فراموش کرده است؟ احمد ابن حنبل میگویند نه، هرگز این طور نکن، این کار خوب نیست. تصور کنید طلبه شاگرد شیخش را، استادش را امتحان کردنی می شود. به نزد استاد می روند. یحیی در یک ورق 30 حدیثی که دانشمند روایت کرده اند می نویسند و در آخر هر یک 10 حدیث یک حدیثی بافته را می نویسند تا اینکه استاد خود را امتحان کنند. خلاصه همراه استاد در طرف راستشان امام احمد را می شنانند و در طرف چپ یحیی ابن معین را میشنانند و یحیی شروع میکنند به خواندن حدیث ها. وقتی 10 حدیث را میخوانند، 10 حدیثی که استادشان روایت کردند میخوانند، استاد خاموش ساکت میایستند و گویا اقرار کرده ایستادند که بله این حدیث ها درست است و صحیح است. وقتی حدیث 11 را میخوانند میگویند نه، این حدیثی من نیست، من این را روایت نکردم. خلاصه محوش کن، کر کن. یحیی کر میکنند. 10 حدیث دیگر را میخوانند. حدیث دومی که از پیش خود نوشته بودند آن را شروع میکنند به خواندن که استاد بازم میگویند نه، این را محو کن، کر کن، این حدیثی من نیست، یعنی من روایت نکردم این حدیث را. کار میکنند. 10 حدیث باقی مانده را شروع به قرائت میکنند. وقتی میخوانند و 3 حدیث بافته خود را یا از پیش خود نوشته را قرائت میکنند، این لحظه حالت استاد تغییر مییابد. یک چهره هاشون کمی غضب‌آلود میشد و سرخ میشد. طرف یحیی نگاه میکنند و میگویند این، یعنی اشاره به امام احمد میکنند، میگویند این کو پرهیزگار است، پرهیز این
نمیماند که این کار را کنند. و در نزدشان باز یک نفر دیگر بود، شاگردانشان میگویند این کو ذهنش به این کار را نمیره، سخت غضب میکند، پاهاشون میبرورند و همین با پاشون یک میزنند که یحیی دیگر از نزد استاد میافتند و یک حالت بسیار عجیب می شود و در حال این دانشمند بزرگ یحیی ابن معین از جای خود برمیخیزند و استاد را از پیشانیشان بوسه میکنند و عذر خود را بیان میکنند. میگویند استاد این کار را من خواستم ذهن شما را و حفظ شما را امتحان کنم، عذر مرا قبول کنید. گویان باز از استاد خود عذر خواهی میکنند. این بود قصه امتحان شاگرد یا طلبه استادش را. گاه نفرهای هستند که اهل علم را مثل این امام امتحان کردنی می شوند. گاه می شود که سوالهای بافته و ساخته می دهند، گاه می شود که یک چیز را دانسته می پرسند. برای همین من هم آگاه کردنی هستم که این کار را هرگز نکنید. و همه این بزرگان را خداوند رحمت کرده باشد. این لحظه بود خواستم در دل هر یک شما، در قلب هر یک شما شادی و سرور را درآورده باشم. خداوند هر یک ما و شما را هم در این دنیا و هم در آخرت همیشه با شادی و سرور جمع شدن، نشستن و این صحبت ها را گذرانیدن الله حق سبحانه و تعالی مشرف گرداند تا نواره های آینده. خداوند نگهبانتان باشد.